میخواستم ازتون بپرسم که کثیفی محیط چه تأثیری توی کسب و کارتون ایجاد کرده؟ هرچی کار تمیزتر باشه، مغازه تمیزتر باشه، جمع و جورتر باشه، خب مشتری خودش جذب میشه. شما برای تمیز کردن محیط کارتون چه چالش‌هایی دارین؟ خب بعضی موقع لکه‌ای میفته که میمونه خیلی سخت تمیز میشن یا اصلا تمیز نمیشن. بعضی موقع میبینید یه چیزایی به لاستیکا چسبیده میاد تو مغازه، تا 2-3 روز میبینی هر کار میکنیم تمیز نمیشه، به مرور زمان مگر آفتاب بخوره که بپوسه تمیز بشه. شما محصولاتی که برای تمیز کردن کف سالنتون استفاده میکنید چقدر سرعت حالا عملکردش براتون مهمه که این شوینده یا این تمیز کننده‌ای که استفاده میکنین سرعت تمیز کردنش بالا باشه؟ تایمش زیاد مطرح نیست، نیم ساعت شد، 1 ساعت شد. شما اگه تمیزی محیط کارتون براتون مهمه و میخواین مشتریاتون رو از دست ندین، یه پیشنهاد ویژه براتون دارم. حلال 040. شما از این محصول میتونید برای تمیز کردن محیط کارتون همچنین چربیای خشک شده و لکه‌های کف سالن ازش استفاده کنید. این محصول اثر بخشی بسیار بالایی داره و در کمترین زمان ممکن سخت‌ترین لکه‌ها و چربی‌ها رو از بین میبره.